خفه کن میذاری، گازهای پرفشار بعد از شلیک وارد محفظه‌های داخل اون میشن که اونجا گازها پخش و خنک میشن و فشارشون کاهش پیدا میکنه و در نتیجه وقتی خارج میشن یه اتفاق باور نکردنی میفته. ولی قبلش این اسم چند تا لایک داره؟ در واقع موج انفجار ضعیف‌تر و صدا هم خفه‌تر میشه. تا حالا داریم چی میشه؟ در واقع وقتی روی اسلحه صدا وقتی داشتم زباله جمع می‌کردم اشتباهی روی ماشین لوکس یه مرد ثروتمند خط انداختم، اما برخلاف انتظارم نه تنها دوام نکرد بلکه یه دسته پول در آورد و به من پیشنهاد داد. اون میدونست که من دارم زباله جمع می‌کنم تا هزینه درمان مادرمو که توی کما بود فراهم کنم، اما من قبول نکردم چون مادرم همیشه به من گفته بود هیچ وقت پول دیگران رو راحت قبول نکنم. برای همین یه کاغذ خودکار در آوردم و روی برگه نوشتم و قول دادم که هزینه تعمیر ماشینش رو حتما پرداخت کنم. از اون طرف اون مرد ثروتمند وقتی منو دید یاد همسرش افتاد که سالها پیش توی یه تصادف گم شده بود. همسرش جونش رو نجات داده بود و بعدش از هم جدا شده بودن. در همون لحظه دستیارش خبر خوبی آورد. همسرش توی یه بیمارستان نزدیک پیدا شده بود. اتفاقی منم مادرم رو برای درمان به همون بیمارستان برده بودم. وقتی داشتم مادرم رو روی تخت میذاشتم عمو و زنمون با عجله رسیدن. زنمون گفت بالاخره وقت عمل مادرم رسیده. منم سریع تمام پولی رو که از جمع کردن زباله ها جمع کرده بودم به عموم دادم. اما اون به جای پول یه برگه جلوی من گذاشت و گفت این رضایت‌نامه عمله او باید امضا کنم. منم بدون هیچ شکی برگه رو امضا کردم. بعد از اونها با خوشحالی رفتن، اما به محض اینکه برگشتم دیدم مادرم داره گریه میکنه. خواستم براش آب ببرم، اما توی راه پله‌ها صدای صحبت عمو و زنمون با یه زن غریبه رو شنیدم. فهمیدم که اونها قصد دارن مغز استخوان مادرمو بفروشن. از شدت شوک لیوان از دستم افتاد. صدا باعث شد اونها متوجه حضورم بشن. سریع فرار کردم، اما اتفاقی با همون مرد ثروتمند برخورد کردم. وقت عذرخواهی نبود، فقط دویدم و رفتم. اما چیزی که نمیدونستم این بود که اون یه تار مو از من برداشته و از دستیارش خواسته بود آزمایش دی ان ای بگیرن، چون گردنبند یشمی منو دیده بود و همون یادگاری که قبلا به همسر گم شدهش داده بود. وقتی به اتاق مادرم برگشتم عمو و زنمون دنبالم اومدن و پرسیدن که چی شنیدی. من به دروغ گفتم تمام مدت کنار مادرم بودم و داشتم بهش آب میدادم. در همون لحظه دکتر اومد و گفت قرار مادرمو برای عمل ببرن. از ترس گفتم مادرم خودشو کثیف کرده تا اونا رو معطل کنم. اونا با ناراحتی گفتن که اونو ببرم تمیز کنم، بعد سریع رفتن تا عملو شروع کنم. من از فرصت استفاده کردم و یواشکی مادرمو بیرون بردم. وقتی فهمیدن تا نزدیک آسانسور دنبالم اومدن. با ترس شدید در آسانسور رو بستم، اما وقتی به ورودی اصلی رسیدم مادرم از دستم افتاد. خوشبختانه چند نفر کمک کردن تا اونو بلند کنم. بهشون التماس کردم کمکمون کنن، اما اونا قبول نکردن. در نهایت دیدم یه آمبولانس در حال انتقال بیماره، برای همین یواشکی سوار اون شدیم. وقتی آمبولانس از بیمارستان دور شد فکر کردم بالاخره جای مادرم امنه، اما وقتی داشتم زباله جمع At first glance, the artist appears confident. Line after line lands on the page without hesitation. But that is